زکاتش را اگر ندهد در روز قیامت آن را خداوند مال و ثروتش چیکار میکنه؟ به صورت مار اژدها در می آورد که چی؟ در گردنش میپیچد، گردی میان تا گردنش میپیچد، سر و دمش را در بین شانه انمی صاحبش میماند و دم شقتی شانش سرش در بین شانش میماند قرار میدهد و میگوید من همان طلا و جواهرات تو هستم، زکاتش را ندادی. سپس رسول خدا صلی الله علیه و سلم آیه ولا یحسبن را چی تا آخری آیت قرائت فرمودند. گمان نبرند آنان که در پرداخت زکات بخل می‌ورزند کار نیک انجام میدهند، آنهایی که زکات نمیدهند گمان نکنند که کار خوبی کرده گرد بود پیغمبر صلی الله علیه و نه، هرگز این کار خوبی نکردند. توضیح این که دو خال سیاه که در بالای دو چشم مار وجود دارد، زبیبتان گویند دو استخوان که زیر شانه است، خب لحظمه گویند. اگر ما را نگاه کنید در بالای لشت دو خال سیاه دارد. پیغمبر صلی الله علیه و آله نامش گفت که زبیبتان نام دارد. بسیار زهرش قاتل است. پیامبر اسلام درود خداوند بر او باد می‌فرمایند حجامه شفای امتی من است. شما اگر از بیماری‌های فشار بلنده، استخوان دراز، رادیکولیت، پروستات، گریژا، روماتیسم، بیماری‌های سیستم خونگرد، فشار خون، بیماری‌های دل، درد سینه، تنگی نفس، درد سر و درد چشم و یا اینکه خیرگی چشم و اینچنین از وزن زیاد یا اینکه کم وزنی رنج میبرید، حتما در رقم‌های روی اکران بوده در تماس باشید. بختیار حجامه در خدمت شما است. سراغ ما شهر مسکو، ورخناپولیا، دام 48 در نزدیکی بازار صدوات. حتما در رقم‌های ما در تماس بروید. و دو استخوانی که زیر شانه است چی نام داره؟ لحظمه. انمی در بین شانه ما دو استخوانی هست که او را لحظمه میگن. همونجا در او میبیارن سرشت که دمش میماند تا روز قیامت عذاب میتید میشه. دیگه او را هیچ قدرتی نیست که اعترافش کنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أوتي بها يوم القيامة أعظم ما يكون وأسمنه تطأوه بأخفافها وتنطح بقرونها كلما جازت أخراها ردت علیه اولاها حتی یقضى بین الناس. رسول اکرم فرمودند هیچ مردی نیست که شتر یا گاو یا گوسفند داشته باشد و زکات آن را ندهد جز اینکه در روز قیامت آن حیوان چند برابر بزرگ و فربه خواهد شد که صاحبان خود را زیر پای و سم میگذارد. شتر دارد انسان، شتری زیاد دارد، گاو دارد، گوسفند دارد. اگر از گاو و شتر و گوسفندش زکاتی را ندهد، پروردگار روز قیامت همین گاو و شتر را با اندازه کوب کلانش میکند. بسیار بد هیبت و کلانش میکند که صاحبش چی؟ تا روز قیامت زیر همین سنبای پاشا لط و کوب میکند، میزند. چون رد شوند باز برمیگردند و با شاخ صاحبان خود را شاخ میزنند، با سنبوی پاشون میزنند، میروند اصول با گشترکی با شاخهاشون میزنند، شاخش که میزنه بردارش. حال آنان چنان است تا خدای متعال در بین مردم قضاوت و حکمش را چی؟ با پایان تا پروردگار خودش حکم نکنه و فرمان نده که وگی را طرف نکنه تا انمون روز زیر سنبی انمی شتر و گاو و گوسفنداشون، آدمایی که از شتر زکات ندادن، آدمایی که از گوسفند زکات ندادن، آدمایی که از گاو زکات ندادن، حالشان چنین است. خب شیخان از عمر رضی الله عنهما روایت میکنند که رسول صلی الله علیه وسلم زکات فطر صدقه فطر است. زکات روزه میگن. خب زکات فطر را فرض کرد و آن صاع است از خرما، یک صاع از خرما است، یا صاع است از جو، یا یک صاع جو و امثال آنها که قوت باشد. کسی قوت داره خرما بگیرد. حاضر مثالا
صدقه فطر 5 سوم بود. همین بود صدقه فطر گذاشته بود 5 سوم بود سرش این با پول گندم بود. لیکن برای این همه نه این 5 سوم برای شخصایی که قوت به خرما ندارن، قوت به مغز ندارن، قوت به جو ندارن، اینا گندم نگرفتن 5 سوم. یا آدمی بای است، ثروتمند است و قوت داره که خرما می‌دهد. یعنی 100 سوم می‌دهد. 200 سوم می‌ده بای بچه‌ها غیرت میکنن تا روزشون قبول شود در بای خدا. در رمضان اگر بای بچه‌ها حق دارن که پولی کلام می‌دهند صدقه فطرش. 5 تا بچه داره، 10 تا بچه داره، همه اون پولی کلام می‌دهند. ما یک رفیق خیلی ثروتمند داریم. خداوند همه بچه ها را ثروتمند کند. من نامش نمیگیرم. خیلی ثروت عظیم دارد. ما با حضرت گفتیم امروز که او ما را سوال داد. او حضرت گفت پیرو صدقه فطر چند سوم است؟ من گفتم 5 سوم. چند خانه داده من گفتم شد؟ گفت 10 نفره. چند سوم میشود؟ 5 سوم. 50 سوم. از اون خدایی که تو را قصر دادگیه، ماشینی 300,000 دلار دادگیه، زکات تو میلیون زیاد است. یک همون در قپکی داری تو ممکن 500 دلار باشه. همون در به قپک یک تاش چند تا داره دفعات. یه شلوکت پرسیدم 1,500 دلار گفتی. 1,500 دلار شلوکش. اما خیلی رفت مگر تو شرم نیست که 5 سوم صدقه فطر بگیری. گفت بیرون چه خبر بودم؟ گفتم اگر مرا همچون استاد، همچون یک برادر علمی اگر قبول کنی سری هر فرقا 100 دلار بده. 100 دلار بده. ما امید دارم که تا حال در تاجیکستان هم کسی نیست که سری فرزندش صدقه فطرش چی 100 دلار داده باشه. انشالله من امید دارم یکم آدم تی ترخ داده کتاب گینیس آسمانی می‌نویسه. لوح محفوظ نام می‌نویسه که این مردک 100 دلار صدقه فطر است. می‌دونی چقدر کارت کلان می‌شود؟ نترس. بگو. خرسانش رفت چند وقت گذشت یک داملای کلان کتی او خود است. من برادرای ما دادای خیر کم خلفتگیش داد است نکسی و داملا گفت که حضرت چیکار کردی اینا دل چه یافتی؟ چه شد که 100 دلاری سری هر یک فرزندش صدقه فطر دار 1000 دلار. ماشاءالله خداوند اگر همین دعوتی ما را قبول کرد و به دعوت ما هدایت گرفته باشه، پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله علی گفت اگر یک انسان توسط سخن تو راه بیامد و هدایت بیامد برای تو این بهتر است از صدقه کردن آنچه که میان زمین و آسمان است. اگر همین بندگی مرا گرفته باشه 1000 دلار دادم شما امیدم که خدای 100,000 دلار ها میلیون دلار ها میکشه به یک قوله به یک احسان 700 خدا جودت کند از فضل به حد. خدای اقرض الله گفت ایجان و اقرض الله قرضا حسنا. همین است. در دادن زکات ما کم نمیشه برادر است. در صدقه دادن ما کم نمیشه. برعکس نمیشه. خب و امثال آنها که قوت باشد بر بنده و آزاد بنده باشد، آزاد باشد، غلام نباشد. خب مرد و زن کوچک یعنی خود بزرگ از مسلمانان و امر فرمود قبل از رفتن به نماز عید پرداخت شود. همین صدقه فطر برادر عزیز پیش از رفتن در نماز عید تا خواندن نماز عید تا امام بالای همین منبر برای خطبه خواندن می شود. صدقه همین امام خطبه که خوان تمام کرد به همین تمام یه صدقه فطر تمام داده می شود. اگر بتی صدقه فطر نمی شود وای همون صدقه عادی می شود. توضیح یعنی صاع یک صاع ایجاب یا یک صاع گندم یا یک صاع بخیر صاع گفتن پیمانه است که حدود 3 کیلوگرم است. یعنی یک صاعش 3 کیلو گندم می شود.